همه میدانیم طول چند سال اخیر است که مسابقات فوتبالی جام جوانی میان دسته های جوانان لیگ عالی برگزار میگردد که واقعا این مسابقه با ایستگی به یک مسابقه بسیار مهم تبدیل یافته است، چرا که یک مرحله خوبی آمادگی و تجربه گرفتن هیئت جوانان دسته ها به حساب می رود. امسال هم این مسابقات در سطح خیلی درکاری برگزار گردید. بعد از تلاش و مبارزه های زیاد دسته های ارزنده توانستند که راه خود را به مرحله نهایی هموار کنند. این حال ما قرار داریم در ورزشگاه نفتیانی که ناحیه رودکی که اینجا مرحله نهایی جام جوانی برگزار می‌گردد. تیم‌های جوانان کلوب مرکزی ورزش ارتش با دسته جوانان وخش اندر میدان میشوند که ما از این مرحله نهایی مسابقه شما را آشنا میکنیم و تنها توجه میکنیم که کدام از این تیم‌ها مهارت خوبتر خود را نشان میدهند و در سال 2025 جام مسابقات را به دست میارند. جام جوانی طول 3 هفته با شرکت 11 دسته از منطقه‌های گوناگون کشور برگزار گردید که هیئت دسته‌های جوانان با انگیزه زیاد در آن شرکت ورزیدند. بنا به اطلاع دستاندرکاران قدم به قدم کار در این سمت بهتر می شود. معمولا هر سال در دوره روزانه گزارش تابستانه بازیگران برگزار می‌گردد. برای پیدا کردن چهره‌های خوب، برای آماده شدن بهتر و خوبتری هیئت‌های جوانان لیگ عالی بسیار کمک کرد. از میان این جوان فوتبال بازان بسیار یک چهره‌های خوب برآمد برای دسته‌های هیئت‌های اساسی دسته‌های لیگ عالی. مسابقه از دو مرحله عبارت بود. مرحله مقدماتی یعنی که مرحله منطقوی هم گویا می‌شود در ولایت سوخت، ولایت ختلان و شهر دوشنبه و ناحیه تابع مرکز دستا هنرنمایی کردند. از منطقه ختلان باشد دسته وخش و قسم فینالی و از قسم از شهر دوشنبه باشد کلوب مرکز ورزش ارتش و قسم فینالی را خواهد یافتند. این دو دسته بسیار یک بازی‌های خوب و جالب نشان دادند. یادوار می‌شویم که در مرحله نیم نهایی دسته جوانان وخش با تیم استروشن رقابت نموده در یک بازی سخت و سنگین راه خود را به دور نهایی هموار کردند. دیدار این تیم‌ها در ورزشگاه جوانی شهر ایسیو دایر شده. در دقیقه‌های اساسی بازی دسته‌ها به دروازه همدیگر 3 گلی زدند و کار تا سلسله ضربه‌های پنالتی رفت. در اجرای ضربه‌های 11 متره بازیگران وخش دقیق‌تر عمل کرده با حساب 4-3 پیروز گردیده راهشان را به دور نهایی هموار ساختند. جوانان کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد در میدان خانگی خود دسته حاصلات را قبول نمودند. تیم مذکور که همساله جایزه‌دار و برنده جام مذکور می‌گردد امسال هم با هدف‌های بزرگ در این مسابقه هنرنمایی کردند. هنوز از مرحله اول تیم جوانان کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب‌های بزرگ رقیبان را ناکام کرده تا به مرحله نیم نهایی آمدند. خلاص ارتشی‌ها با حساب 5-0 تیم حاصلات را ناکام کرده روانه مرحله نهایی شدند. برابر آغاز شدن بازی در حال فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش تشبث را به دست گرفته تحت رقم 1 واخوری را شروع کردند و این تاکتیک در حال ثمر آورد. در دقیقه 3 بازی سامان سلیمانزاده از پرتافت خوبی همدستش شمیم اسماعیل زاده استفاده برده به دروازه رقیب گل زد. با این گل بروقتی ما گمان کردیم که اکنون جوانان تیم وخش دیگر به حریف مانع شده نمیتوانند و زود توپ را از دروازه خود میگیرند، ولی نه، کمی صورت بازی حریف را آنها پاس کرده 1-1 به هجوم میگذاشتند. باید گفت که محیط و شرایط ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی هم برای بازی و هم برای مخلصان خیلی مساعد بود
ки ташрифи онҳо дар ин дидор ба назар мерасед. من از شهر ایسار آمدم و مخلص سسکا میباشم و امیدوارم که سسکا جام را میبردارد و آزیر غالب رفته ایستاده است. سسکا پیش. ما مخلصای دسته رنگان خیلی خوشحالم از بازی هر دو طرف بازی خوب نشان داده است. هر دو کماند را دستگیری کرده است و هر دو کماند ما بردباری خواهیم. ما طرفدار هر دو طرف طرفدار غالب هستیم. خیلی که میبینید میدان دسته رنگان میدان نوحیه رودکی خیلی در سطح عالی تعمیر شدگی است. از تمام اون نفرایی که مخلص فوتبال هستند، از تمام مردم تاجیکستان با روزهای شنبه یکشنبه به ورزشگاه ها بیایند دسته دوست داشته خود را دستگیری کنند، از جمله مردم نوحیه رودکی. این همین شرایط برای مخلصان مهیا کردگیان بیایند دسته خود را دستگیری کنید. مربیون زود در مرز میدان بچه‌ها را توصیه می‌دادند و در روند بازی تاثیر می‌گذاشتند. چنانچه به نظر می‌رسید از جهت فیزیکی فوتبالبازان وحش کمی کستگی داشتند. یادآور می‌شویم که از سال 2022 وقتی که جام جهانی تشکیل گردید از جانب مسئولین دسته‌ها با خوبی پذیرفته شده این مسابقه را یکی از واسطه‌های مهم برای سنجش چهره‌های نو و رشد ملکه آنها معنی داد می‌کنند. خلاص تا دقیقه 44 بازی اسماعیل بابایف و مصطفی ملکشایف از هیئت کوی‌مه دو گل دیگر را وارد دروازه حریف نمودند و پیشرفت کامل خود را نگاه داشتند. در این هنگام چشممان به سرمربی هیئت اساسی ارتشی‌ها شمس‌الدین قاسموف افتاد که از منبر مخلصان بازی را تماشا می‌کرد. خب شمس‌الدین قاسموف بیشتر در مرز میدان ایستاده بچه‌ها رو دستور میداد. همکنون از منبر مخلصان نشسته و هیئت جوانان رو تماشا کردن چگونه است؟ خیلی که به همگان معلوم است من همچون مربی دسته اساسی تیم و همه بازی‌های هیئت جوانان رو تماشا می‌بینم. از برای اون که هر وقتی که من به تماشای آنها می‌بینم یک بازیگر رو به هیئت اساسی دعوت می‌کنم و گفتنی آن رو دارم که در این بازی هم مثل هر بازی‌ها آمادگی آن رو برای آنها دارم که نه کمتر از 2-3 فوتبالباز در هر موسم کمتر از 3 فوتبالباز و هیئت اساسی دعوت می‌کنیم. برای همین تماشا آمدم. از منبر خیلی که شما سوال داد که تماشا چگونه است، از منبر همچون مخلص بازی کشاد رو می‌بینی و خیلی که در بر میدان ایستاده فوتبال رو نظارت می‌کنی و اطلاع می‌دی از بیرون خوبتر و رنگین‌تر می‌توان. بله هم این و هم من همچون که در این دسته هم فوتبال باز بودم هم مربی خیلی که با قول کوچگی میگویند خونده میماند از این رو و به هر حال با بعضی گفتگوها رو با آنها از جای نشستی همچون مخلص گفتشینی رو بله توصیه رو با آنها پیشکش میکنه. خوب برتری بچه‌ها رو در قسمت اول در چی دیده؟ از کجا جهت آنها مثلا خوبتر بازی کردن که ببینید در قسمت اول حساب 3-0 شد؟ خیلی شما شاهد اون هستید بعضی بسیاری از این فوتبال‌ها با در سن جوانی خودشون نگاه نکرده و دسته هیئت اساسی آنها مشق و تمرین میکنن. از این لحاظ با تجربهشون خوبتر است و با دسته‌های هیئت جوانان آزادتر بازی میکنن. خب من میخواستم شما هم چون یک مربی که الکی یک نتیجه خوب رو هم با دسته اساسی نشون میدید، خب منفیت همین جام جوانی رو بگید برای فوتبالبازان جوان، برای غنچه‌های آینده چی تاثیر میرساند؟ جام جوانی خیلی که ما یاد داریم نبود و 3-4 ساله آخری که این چیز رو کردن برای پیشرفت فوتبال از اون که فوتبالبازان ما در چمپیونات تاجیکستان بازی کم دارن جام جوانی رو پیشکش کردن. چند قدر که بازی ها بسیار شود همان قدر سطح فوتبالبازا بلند می شود و هیئت مربیان ما در یک جایگی که کار میکنیم این خیلی منفعت خود رو میرسونه.
ҳамин тавр қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 3-0 бар суди ҷавонони клуби марказии варзиши артиш анҷом ёфт ва дастаҳо ба танаффус баромаданд. ما دست ҳаҷамона бо тими худ хеле машқҳо тамринҳои зиёд кор кардем ки то ин финал биёем. бачаҳои мо ҳама тайёр ҳастанд ва мо новбаса нигоҳ накарда дар душвориҳо мо то финал омадем ва бозии хеле хубро нишон дода истодаем. мо мехоҳем имрӯз финалро ғалаба карда чемпиони ҷоми ҷавонӣ гардем ва дастаи худро сарбаланд гардонем. ҳадафи асосии мо ин аст ки ба боварии тренер дароем ва моро ба машқҳои ҳайати асосӣ даъват кунанд ва дар он ҷо бозии хуби худро нишон диҳем ва бозигари беҳтарин шавем. мусобиқаҳо хеле хубанд ва мо таҷрибаҳои хубро меомӯзонам ва хеле шодем ки ин гуна мусобиқаҳо баргузор мешавад ва сипоси худро ба ин ташкилкунандагони мусобиқаҳо мерасонам ки ба мо чунин шароитҳоро фароҳам мекунанд. дар қисмати дуюми бозӣ чунин ба назар мерасед ки дар утоқи либосивазкунӣ тавсияҳои мураббиёнро бозингарони вахш ба хубӣ сармашқи кори худ карданд, зеро новобаста аз фишори рақиб маҳз онҳо ба задани гол даст ёфтанд. дар дақиқаи 59 дидор муҳаммадисо кавраков аз ҳайати вахш бо сар тӯбро вориди дарвозаи клуби марказии варзиши артиш намуд ва ҳисобро 1-3 намуд. ҳарчанд дарвозабони артишиҳо ҳусниддини маҳмадалӣ зарбаи аввали рақибро бартараф кард, вале дар ҳолати дуюм тӯб вориди дарвоза шуд. албатта дар ин мусобиқа то финал омадан ҳама бозиҳо душвор буд, вале бозии саравшан буд душвортар буд ки мо ҳама пас сар кардем, ғалаба овардем. дастаи ССК дастаи пурқувват аст, вале мо дилшикаста нестем. То сисоки охири довар бозӣ мекунем. дастаҳое ки бисёр як зиракиро истифода мебаранд, аз аввали сол дар варақҳои дархостӣ бозингарони хубро ҷо мекунанд ва гумон мекунам ки клуби маркази варзиши артиш ҳамин корро кард. яъне гуфта мешавад ки клуби маркази варзиши артиш дар омода кардани дастаҳои ҷавонон, яъне онҳо доранд дастаҳои ҷавонони таҳти 14 сола, 18 сола, 12 сола бисёр як мактаби хубро дар як 4 сола 5 солаи охир таҳия карданд. дастаи вахш бошад нест, ақиб нест аз ин пайд, яъне бисёр як хуб аст омодакунии футболбозони ин ду клуб. дар идома дигар пурра ҷилави бозӣ дар дасти ҷавонони клуби марказии варзиши артиш буд. онҳо аз ҳар мавқеъ ҷониби дарвозаи рақиб зарбаҳои хатарнок мезаданду лаҳзаҳои хафноки голзаниро ба миён меоварданд. ҳамин тавр дар дақиқаи 81 бозӣ шаҳбоз ҳабибов аз партофти хуби ҳамдастааш истифода карда голи чорумро ба дарвозаи вахш равон кард ки ин гол нуқтаи ниҳоӣ дар бозии мазкур ба ҳисоб рафта дастаи ҷавонони клуби марказии варзиши артиш дар соли 2025 ғолиби ҷоми ҷавонӣ гардид. همکنون اجازه داده می شود دروازه‌بان ارتشی ها حسن‌الدین محمدعلی توپ را با بازی وارد کرد. با همین ترتیب نیروسنجی هیئت جوانان دسته‌های وحش و کلوب مرکزی ورزش ارتش در رقابت فینالی مسابقه عنعنوی جام جهانی به انجام رسید. در این رقابت ارتشی ها با حساب بزرگی 4-1 توانستند که تیم وحش را شکست داده عنوان قهرمانی را مالی خویش نمایند. بازی خیلی خوب گذشت. خودتون شاهد این هستید که
این بازی آسان نبود. بچه‌های ما همش کوشش کردن که برای جای یکم. ما از این خیلی خرسند هستیم که با حساب کلان بازی رو غلبه کردیم. وظیفه من چیزی که با بچه‌ها گفته بوده سر بلندانه در میدان اجرا کردن. بله اجرا کردم. بیا. ما با این به فینال رسیدن با بچه‌ها خیلی کار کردیم و با خطاگاهی که پیش بود آن خطاگاه رو اصلاح کردیم و این نتیجه. تشکر زیاد به فدراسیون فوتبال تاجیکستان که این مسابقه رو اعلان کرده است کشاده است که با بچه‌ها خیلی خوب و روحی بلند می‌دهد و بازی همچون با دیگر دست‌ها از نو زیاد می‌شود. بچه‌ها خیلی هم خرسند باشن برای اون که اونها مهنت زحمت خود را در میدان گذراندند. اگر ما باشیم غالبیت خود را به همه دسته می‌بخشیم. برابر که ما در تمرین‌ها کارهای رو به انجام می‌رسانیم در بازی باشد آنها را زیادتر اجرا می‌نماییم که تجربه زیادتر گیرند. بازی خیلی خوب. بچه‌های ما بسیارتر از بس که بسیارتر بچه‌های پرتجربه بودند. طول چند سال بشود که در حیات جوانان بازی میکنند. خوشبختانه ما جای سوم رو از خود کردیم و چی گفتنیم تمام مخلصان دسته حاصلات را با این غلبه همون تبریک می‌نماییم. ما باوری کامل داریم که با این بازی خودمون به حیات اساسی دسته راه یافته و نمایی کرده دسته حاصلات را برداری میکنیم. در مراسم جنببندی مسابقه نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسئولین لیگ فوتبال کشور و رهبریت ناحیه رودکی شرکت نموده دسته‌های غالب را قدردانی کردند. سرأول جایزه‌های انفرادی به بهترین‌ها تقدیم کرده شد. بهترین دروازه‌بان مسابقات حسن‌الدین محمدعلی از دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش گردید. جایزه نشانزنی بهترین را بهروز خوجاєв از دسته وحش به دست آورد. عنوان بهترین بازیگر بازی نهایی را شهباز حبیبوف از هیئت ارتشی‌ها صاحب گردید. خیلی خرسندم که با 9 گل بهترین نشانزن مسابقه شدم و کماند ما چی قوی داشت نشان داد. ما رو افتاده نیستیم، بسیارتر کار میکنیم. در مسابقه‌های دیگر خدا خیلی خوب نشان میده. بازی خیلی پوشیده بود و از جهت فیزیکی بچه‌های ما اونقدر تیار نبودن، برای همین ما شکست خوردیم. همینطور نشانهای برنجی مسابقه را هیئت جوانان دسته حاصلات فرخار صاحب گردیدند که در برابر مدال‌ها همزمان 10,000 سومانی مکافات پولی به آنها تقدیم کرده شد. با برندگان مدال‌های نقره مسابقه دسته وحش شهر باختر که از منطقه ختلان تا به مرحله نهایی برآمدند 20,000 سومانی مکافات پولی تقدیم کرده شد که چنین قدرشناسی میتواند باز به بازیگران جوان انگیزه بیشتر بخشد. نقشه‌های درست و سریوقتی رهبریت و آمادگی‌های همه‌جانبه ستاد مربیان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش آنها را در جام جهانی مرتبه دوم قهرمان گردانید. در واقع یک هیئت بسیار هم خوب و با استعداد را آنها جمع‌آوری کردند که با کسبیت والا به این دستاورد نائل گردیدند. در برابر جام مسابقات همزمان به دسته غالب 30,000 سومانی مکافات پولی تقدیم کرده شد.
имрӯз гӯям дар мактаби клуб марказии варзиш барои омӯзиши кӯдакон наврасон ҷавонон 7 нафар мураббиён сафарбар гаштанд ва ситоди мураббиёни ҳайати асосии даста ҳам доим гӯё ки дар ҷараёни кӯмак ҳастанд ва онҳо кӯмаки худро ҳеҷ вақт дариғ намедоранд. Он замоне ки ин ташкил шуд, клуб марказии варзиши аҳлӣ бевосита барандаи медалҳо мегардад. ҷои аввал, дуввум, як маротиба ҷои сеюм буд ва дар рафти ин бозиҳо муайян мегардад ва баъди масалан ин бозиҳо гурӯҳи калони бозигарон оҳиста оҳиста ба футболи бузург рохат мегиранд.